عرض ادب و سلام خدمت شما. امروز میخوایم چند نمونه از استدلال حل کنیم یا همنشته مثلث‌ها در پایه نهم. یکی از سوالایی که تو تمرینشون هست، ثابت کنید در هر متوازی الاضلاع قطرها یکدیگر رو نصف میکنن. ما اول یه متوازی الاضلاع میکشیم، خب نامگذاری میکنیم A، B، C و D. خب میخوایم بگیم قطرها هم دیگه رو نصف میکنن، یعنی این قطر رو میکشیم، این قطر هم میکشیم، محل برخورد اینا رو نقطه او میذاریم. خب فرضش حکم شما میگه ثابت کنید که قطرها همدیگر رو نصف میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که به هم برخورد کرد، این نقطه برخورد نقطه وسط قطرها میشه، یعنی قسمت AO مساوی OC، AO مساوی OC، این قسمت میخوام بگم این قسمت با این قسمت مساویه، و OB مساوی OD، OB مساوی OD، این دو قسمت. پس وقتی میگه که قطرها هم دیگر رو نصف میکنن، یعنی وقتی که به هم برخورد کردن اون نقطه برخوردشون میشه نصفشون، یعنی این قطر رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه، این قطر هم به دو قسمت مساوی. خب برای اثبات این ما دو تا مثلث رو در نظر بگیریم. میتونید این مثلث و این مثلث رو در نظر بگیرید، میتونید این مثلث با این مثلث پایینی رو در نظر بگیرید. 4 تا هست، ما این دو تا رو در نظر میگیریم. خب حالا ثابت میکنم که این دو تا مثلث هم نوشتن. خب در مثلث بالایی نگاه بچه، من دیگه کاری به اینا ندارم. ببین من اینا رو کاری ندارم، یعنی الان با این مثلث بالایی و با این مثلث پایینی کار دارم. در مثلث بالایی مگه این شکلمون متوازی الاضلاع نبود؟ خب در متوازی الاضلاع ضلع‌های روبرو با هم مساویان، یعنی ضلع AB مساوی ضلع DC، چون ضلع متوازی الاضلاع هستند. این دلیل اول. خب ببینید من دیگه این ضلع و این ضلع نمیتونم بنویسم، چون کاری به این دو تا مثلث ندارم. من باید اجزایی از این دو مثلث رو بنویسم. یعنی الان اگه بنویسم این ضلع با این ضلع با هم مساویه، ولی به درد ما اینجا نمیخوره. خب میام سراغ حالت بعدیش. بعد من اینو پاک میکنم. ببینید این ضلع و این ضلع موازی، یعنی ضلع AB موازی DC، و نگاه کنید این مورب بشه، یعنی AC مورب بشه. بذارید من پاک کنم بقیه. نگاه اینو پاک کنیم، ببین این زد تشکیل میشه، میبینین؟ بعد میگیم که این سر زد و این سر گوشه زد با هم برابرن. قانون موازی مورب توی کلاس 8میتون. پس اسم اینو بذاریم مثلا A1، اسم اینو بذارم C1. پس زاویه A1 من مساوی زاویه C1 هم. دوباره همین ضلع یعنی AB موازی DC، اما این دفعه این ضلع رو نمیگم، اینو پاک میکنم. این ضلع موربه، یعنی این قطر موربه، قطر دیگه در نظر میگیرم، DB مورب. پس نتیجه زاویه B1 و زاویه D1 هم با هم برابرن، زاویه B1 مساوی زاویه D1. خب حالا شکل مکمل کنیم. این شکل متوازی الاضلاعمون. خب حالا اینجا علامت میزنیم، میگیم به حالت تساوی مثلثا رو باید بنویسیم. میگیم این ضلع، این که با یه حرف انگلیسی علامتش گفتیم زاویه است، که با یه حرف نشون با رأسشون نشون میدیم، اینم زاویه است. پس این زاویه است، این زاویه است، این ضلع میشه به حالت دو زاویه و ضلع بینگاه. یه زاویه میشه دو تا زاویه، این هم میشه ضلع بینش. اسم مثلثمون میشه A O B، هم نهش علامت هم نهشتی D O C. از اینجا میگیم اجزای سایر اجزای متناظر، که دیگه میشه حکممون رو اینجا مینویسیم. AO مساوی OC، BO مساوی OD. این کلا روش ثابت کردن همنشتی. وقتی سوال میره باید مثلث مورد نظر در نظر. فقط این نکته رو بگم،
باید شما مثلث هایی رو در نظر بگیریم که این حکمتون بشه اجزای اون مثلث ها که وقتی به اثباتش میرسیم برسیم به اجزا. نکته دوم، ما این حکم رو نمیتونیم توی به این میگیم استدلال، ما حکممون رو توی استدلال ازش استفاده نمی کنیم. فرضیاتمون، اینا فرضیات مسئله‌مونه، فرضیاتمون رو توی اثبات مسئله ازش استفاده میکنیم. حکم استفاده نمیشه، حکم آخرش بهش میرسیم.